خوش آمدید. عید شما مبارک. قربانت، خیلی ممنون. مرسی. فدات شم. خیلی ممنون. حالت خوبه؟ قربانت. عیدت مبارک باشه. خیلی خوشحال شدم. آقا من فقط اومدم ببینم تو برم. خواهش می‌کنم. بفرمایید. کاری که نداشتی که. جانم برم. کار که همیشه هست. کار همیشه هست. قربانت برم. خوبی تو؟ فدات شم. خیلی ممنون. ضبط مپ که نداری که؟ زدنم که چرا هستش ولی اصلا نمیخوام مزاحمت بشم. اصلا فقط اومدم گل رو تو ببینم و برم. اصلا اگه مزاحمم بذار برم. نه والا بشین کجا برین؟ نه خب زد که آخر همیشه هست. ببین کارتو بکن. اصلا فکر کن من نیستم. کارتو بکن. من اومدم فقط ببینم. نه آخه نمیشه شما. نه خب بالاخره دیدنی میکنیم بعدا مزاحم ادامه میدیم. قربانت. خوبی تو؟ فدات. آقا کارتو بکن. فقط اومدم ببینم. چیکار کنم یعنی؟ من برنامه‌تو اجرا کن. واقعا ببخشید من دوست داشتم ببینم یه بار تو صحنه. فدات شم. خلاصه دیگه ببخشید دیگه بزرگواری خودتون عید مبارک. بله بینندگان عزیز نگه دار اینو. نگه دار. 4 تا کلمه گفتی همش تکراری. اصلا لزومی نداشت اینا رو بگی. میدونی؟ من خب ساختارتو بشکنی ها. میدونی؟ میگی بله. من هر کی جای هر کی باشم میگم بله و بلا. بعد میگی بینندگان. خب معلومه رادیو که نیست بینندن دیگه. وگرنه میگفتی شنوندگان. بعد میگی عزیز. خب عزیز همه عزیزن شب عیدی. بعد اسم برنامه رو میگی. خب اسم برنامه رو اونزی تیتر کرده. یه کلام خشک، یک ساختار کلامی خشک رو حفظ کردی، همونو هی ادامه میدی. نه خب دیگه اینا یه ترمای شناخته شده است، همه میگن همون ترمای کلاسیک ساده که اصلا بابا من خودم استاد ترمم. 14 تا قولای رسانه‌ای دنیا بهم وصلن، من واسهشون ترم میفرستم. اصلا بابام هست، بابام خودش یکی از قولای رسانه‌ای. والا اصلا میخوام این فضا رو بشکنم به اصلا دوران پسا مدرنیسمه. میگه پست مدرنیسم رو جاری کن. چیه یه ور ستون اونورم ستون، اینور ستون اینور گلدون. نه آخه بالاخره چیکار کنیم متوجه منظورتون نمیشم. شما در زمینه خاصی مثلا نه اینا رو ولش کن، اینا رو بذار کنار. دلم میخواد اسممو بزنی محسن، بزن تو گوگل اینقدر واسط ریزالت میده که اصلا کامپیوترت بم ترناف. جدی میگی؟ آره میخوام اینو بهت بگم. مثلا خودم قولم تو این کارا. ترمای جدید دنیای خشک کلاسیک کلامی تو بشکن. والا اصلا چیه همین الان اینجا نشستیم 2 نفره نشسته داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. خب نه گفتگاه ایستاده هم داشتیم ما. نه ایستاده اینو نمیگم. بابا مثلا مهمون برنامه باید آزاد باشه، بره بیاد. یکی اومد نرمش کنه، یکی اومد میدونی پسا مدرنیسمو جاری کن توش. بابا اصلا بیننده نمیتونه تمرکز کنه. همون تمرکز بیننده رو بگیر واسه خودت داشته باش. تمرکز بیننده واسه چی آخه؟ این چیه؟ این کروات دیگه. همین خشک کلاسیک. بابا کروات همه جای دنیا کروات اینجوری میزنن دیگه. نه خب اگه می‌خواستی آویزونش کنی خب جارختی آویزونش می‌کردی. میدونی اصلا بذار بیننده تمرکزش یهو الان بیننده منو نگاه می‌کنه یا تو رو نگاه؟ خب ناجوره که این. خب نه ناجوره، جوره. اصلا کلاسیک خوش توی فضای بسته توی دنیای عجیب و غریب. پسا مدرنیسم اینو میدی اون پشت اصلا همه چی تغییر. اصلا چرا اینجوری نشستی روبرو همیشه؟ یه بار پشت بکن. پشت بکن بیننده. پشت که نمیبینی. نه کار داشتی برمیگردی. این همه چهره رو ارائه دادی روبرو. یه بار پس گردن تو ارائه بده ناکن. بابا اینجوری واسه بیننده سوال شه ناکن. بابا پس گردن نمیشه، حرف زد که میخوای حرف بزن. حرف بیا. دنیای پست مدرنیسم یه چیز دیگه میگه. دنیا تنگه. دنیای پست مدرنیسم با تلویزیون رادیو که نیست. حرف. دنیا میشه حرف. مجری‌ها همه جا حرف میزنن. ببین با میمیک چهرهت بازی کن. آخه نگاه کن. الان داری حرف میزنی شما؟ گوش کن باش. تو داد نزن. گوشم درد میکنه. داری با چشات داد میزنی با من دیگه. گوش کن. داری با چشات داد میزنی با من. گوشیدی؟ نه اینو نگاه کن. الان چی میگین شما؟ بابا دارم عیدو به تبریک میگم. عیدو تبریک میگین؟ آره دیگه. و عید چی میشه؟ چجوری؟ نه یعنی میخوام بگم از اون دنیا بکش بیرون. واسه چی خودت اینقدر گیر انداختی آخه؟ این دنیای پست مدرنیسمه. الان همه چی فرق کرده. و دنیای تنگ تو ول کن آخه. نمیدونم من اصلا این چیزا رو نشیده بودم. راستش اولین بار دارم میشنم. بابا میگم خشک ناکن. تو همین الان آجیل و شیرینی همه تو بسته‌بندی خشک. همینجوری گذاشتی اصلا روح نداره، جریان نداره. آجیل و شیرینی تو ظرف میریزن دیگه چیکار اینو کنن؟ ببین الان کفتر میریزه اینجا وسط طبیعت جاری میشه. به این میگن پست مدرنیسم. به این دنیای کلاسیک تو دکورمون رو کثیف کردیم.
کثیف مسیف. بذار بیننده باهات بیاد جون بگیره، بیننده دل بده. پست مدرنیسم دیگه. آره دیگه. من اصلا یه چیزی میگم، تو 7 سین ماهی رو میکنن تو تنگ بلور، چرا خودت نمیری جاش بشینی؟ 2 تا کلام جای ماهی صحبت کن. رابطه رو میگیره باهات. گوش میدی؟ نمیخوام بهت بگم، رابطه رو میگیره باهات. خیلی واقعا ناجور. آخه من چی محسن ببین چیه؟ صدای بابامه. بابات؟ آره. کجای من؟ ببین اگه اومد بگو من نیستم اینجا. ببین ولی این دنیا رو بشکن، بذار راحت شیرینی‌ها رو هم بگی بریز وسط. کجا میخوای بری الان؟ اگه بابا اومد بگو من نمیام. ولی دنیا تو بشکن، بذار آنتن بترکه، بذار بپکه، توک بزن بیا بیرون این دنیای تنگ و تاریکه. نرا بابا، بذار برنامه‌ات جلب شن. بذار ببین بابام نگه من اینجا بودم. خواهش میکنم ببخشید. محسن کجا رفت؟ محسن کجا رفت؟ گفتش من نه بابام نگید کجا رفتم. این باز این حرفو زد. باز من اومدم دنبالش، باز این حرفو زد. چی شده تا خواهش میکنم؟ آخه بابا داغون کرده منو، واسه من آبرو نذاشته این پسر. خواهش میکنم به اینجام رسید مادرش گوشه خونه سکته کرده افتاده. نه خواهش میکنم شما بفرمایید بشین، اشکال نداره، جوونن دیگه. چی گفت مگه؟ چیه قربون شکلت اومده اینجا شما رو اذیت کنه؟ من معذرت میخوام. نه والا اذیتی نبود، فقط اومد یه سری ایده های پست مدرنیست و اینا گفت بده. باز پست مدرنیست، باز رئالیسم، پسا مدرنیسم، کلاسیکو ول کن. آقا آبروی منو برده تو محل، هر روز یه جای همین حرفا رو میزنه، نمیدونم از کجا این حرفا رو یاد میگه. اشکال نداره، ایده جالبی بود اتفاقا. آخه ایده چیه؟ چه کشکی، چه دوغی. آخه نه به کارش میخوره نه به بارش میخوره، اصلا دنیاش نه پدرش این کاره بوده، مادرش این کاره بوده، این حرفو زده. آخه من دیگه به اینجام رسیده نمیتونم تحمل کنم. بردم گذاشتمش در مغازه رو ول کرده پاشونه رفته نمیدونم کجا. مغازه گفتش بابام قول رسانه‌ایه که آقا قول رسانه‌ای کجا بود مهران جان؟ شما چرا من لحاف دوزی دارم، چرا این حرفا میزنی شما؟ آخه والا نمیدونم، خودش اومد گفت، من چیزی نگفتم. آخه من نمیدونم دیگه، به اینجام رسیده دیگه نمیتونم تحمل کنم. بابا تو محل آبرو ندارم، نمیتونم سرمو بلند کنم. اشکال نداره آقای، ببخشید اسمتون؟ من جوادی هستم. آقای جوادی اصلا اشکال نداره، لطفا شما خونتون رو کثیف نکنین. حالا دیگه جوونی اون نکاتی گفت شما از خودتون پذیرایی کنین. من جوون بودم، من یادم نمیاد همچین کاری کرده باشم. آخه من نمیتونم دیگه تحمل کنم. آقا به خاطر من، آقای جوادی به خاطر من شما خونتون رو کثیف نکنین، از این شیرینی بخورین، بفرمایید از خودتون پذیرایی کنین که دهنتون رو شیرین کنین. اینجوری آخه اشکال نداره. 3 تا جمله گفتی، 3 تا جمله کلاسیک خشک تکراری توی فضای کلامی تکراری. بابا پست مدرنیسمو جاری کن، بذار بیاد تو برنامه‌ات. گوش میدی؟ بابا بذار همه حال کن، بذار برنامه رو که میبینن اصلا فضا جاری شه، بذار طرف یهوی زیر خمتو بگیره. آخه میدونی؟ بذار طرف بلند شه پر بزنه تو آسمون واسط. چیه این فضای خشک کلاسیکی داری ارائه میکنی؟ قربون شکلت برم. نشد ول کن، کرواتو بنداز اونور، بذار طرف بیاد واسط بگیره، همچین 2 بوت بزن نیمبارو بالانس چرخش، بپر بالا پای شیرینی‌ها رو بریز، همینا رو بریز بالا. اصلا چرا همچی کاری میکنی با خودت؟ بابا برنامه آنتن باس بترکه بپکه. بابا مشهور، من خودم قول رسانه‌ای ام، نمیخوام بهت بگم، من خودم همینجوری تز میدم واسه این داستانا. بس همچی بره بیاد، اصلا یک فضای پست مدرنیسم کلاسیکو ول کن، بشکن، بذار کنار. آخه بریم برنامه بعدی. نه همین تکراریه. بله. همین برگرد بزن واسه خود، یا پشتک بارو بزن برو.